شاید هیچگاه آلت جنگی به دست نگرفته باشن، اما همیشه در جنگ حضور داشتن. از قوی ترین پهلوانا قوی ترن بدون اینکه زور آزمایی کنن، چون اونها از عقلشون استفاده کردن. موضوع این اپیزود از رادیو کاویان خردمندترین افراد شاهنامه است. نه پهلوونه، نه انسانه و نه چیز دیگه ای. اون یک پرنده افسانه‌ایه. میری از زنجان قشنگ یه تیغه سفارش میدی، 2 تا تیغه سفارش میدی، تیرتو 2 شعبه میکنی، میکشی میزنی تو چشش. حل داداش، اونم میگه حله. و خب این هیچ جوره نمیتونسته به صورت طبیعی خارج بشه از بدن مادرش. زال میگه چیکار کنم چیکار نکنم، پرو میزنه با آتیش. سزارین از اینجا ابداع و اختراع شد. نفر سوم شخصیت منفور و وطن پرست، البته برای ما ایرانی ها. اولین کسی که اپوزیسیون رو برپا کرد، اولین کسی که بنیانگذار یک انقلاب همه‌گیر بود.